با درود خدمت سروران گرامی، امیدوارم که در هر نقطه این کره آبی خاکی هستید خوب و خوش و بدور از انرژی منفی باشید. دوستان عزیز، در کلیپ قبلی از گزارش سازمان CIA به رئیس جمهور رونالد ریگان در مورد موجودات فرازمینی به آنجا رسیدیم که موجودات متخاصم انسانها را می‌دزدند و روی آنها مطالعاتی انجام می‌دهند و اینک ادامه گزارش. در اینجا رونالد ریگان میگوید: آیا میتوانید در مورد این موجودات متخاصم اطلاعاتی به من بدهید؟ در اینجا ویلیام کیسی وارد بحث می شود و میگوید: آقای رئیس جمهور، این مسئله دارد به نقاط بسیار 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 حساسی می رسد. من قویاً به شما پیشنهاد می کنم که این بحث را در همین جا خاتمه دهید. من فکر نمی کنم در این لحظه آماده باشیم پاسخهای دقیقی به پرسش‌های شما پیرامون بیگانگان بالقوه متخاصم و دشمن بدهیم. و رونالد ریگان میگوید: اما من انتظار دارم که هرچه زودتر این پاسخها به من داده شود. من میخواهم همه چیز را درباره این مخلوقات متخاصم بدانم، چرا که ما باید شروع به تدوین سیاست‌هایی در رابطه با چگونگی برخورد با آنها نماییم. آقای کیسی، آیا ما طرح‌های عملیات جنگی در این رابطه داریم؟ ما در رابطه با کلیه تهدیدات بالقوه نسبت به کشورمان ایالات متحده آمریکا برنامه‌های جنگی بسیار مدون و خوبی در دست داریم. نگویید کشورمان، لطفاً دنیا را فراموش نکنید. اگر این مخلوقات به کشور دیگری حمله کنند، ما باید به کمک آنها بشتابیم و به آنها یاری برسانیم. جناب رئیس جمهور، ما مطلقاً هیچ شواهدی در دست نداریم که این نژاد خاص بیگانه طرحی را همکنون برای حمله به ایالات متحده آمریکا و یا سیاره زمین و کشورهای دیگری در دست داشته باشد. خب، بحث را از جهت دیگری ادامه می دهیم. تا کنون چند رئیس جمهور ایالات متحده این گزارش را دریافت کردند؟ در اینجا ویلیام کیسی به گزارشگر سازمان CIA میگوید: لطفاً شما ادامه دهید. جناب رئیس جمهور، من به پرزیدنت نیکسون و پرزیدنت فورد و شما گزارش دادم، اما پرزیدنت کارتر هرگز تمامی گزارش را دریافت نکرد. نمیدانم چرا. من این آدم را خوب میشناسم. او از جورجیا آمده. احتمالاً این مطالب را اصلاً نمیفهمد. و تمامی حضار میخندند. در اینجا رونالد ریگان به گزارشگر سازمان CIA میگوید: لطفاً ادامه دهید. ما حرف شما را قطع کردیم. جناب رئیس جمهور، حدود یک هفته قبل یک سری رخدادها در شوروی اتفاق افتاد. پایگاه‌های اطلاعاتی ما در داخل و خارج شوروی گفت و شنودهای صوتی بین خلبانان دفاع هوایی شوروی و ایستگاه‌های زمینی در رابطه با بشقاب پرنده‌ای که توسط خلبانان روسیه تعقیب میشد را دریافت کردند. این رخداد در مرکز سیبری آغاز شد و در دریای سیاه خاتمه یافت. به علاوه هزاران نفر از مردم شوروی بشقاب پرنده را مشاهده کردند که حداقل 20 جنگنده مختلف در حال تعقیب او بودند که بشقاب پرنده را سرنگون سازند، اما هیچ فایده‌ای نداشت. این بهترین دلیل است که این رخدادها
در سراسر دنیا به وقوع می پیوندد. ما تصور می کنیم که این بشقاب‌های پرنده از نوع متخاصم و دشمن ما انسان‌ها بوده است. آنها مایلند فرود آیند، انسان‌ها را بربایند، روی آنها آزمایشاتی انجام دهند و سپس آنها را آزاد سازند. آقای رئیس جمهور، ما تصاویری از سفینه‌های فضایی آنها داریم. ما تفاوت بین سفینه فضایی ایبنز ها و سفینه فضایی بیگانگان متخاصم را نیک می‌دانیم. آیا ما برای آنها، یعنی موجودات بد، نامی هم داریم؟ آقای رئیس جمهور، ما بیگانگان متخاصم را اختصاراً HAB به معنای دیدارگران متخاصم بیگانه مینامیم. این نام را گروه MG12 در دهه 50 به آنها داد. آیا منظور تو این است که این موجودات HAV از دهه 50 از زمین ما دیدار کرده و مردم ما را ربودند؟ بله آقای رئیس جمهور، اینها از آن هنگام اینجا بودند. در اینجا ویلیام کیسی، رئیس سازمان CIA، وارد بحث می شود و می گوید: آقای رئیس جمهور، ما شواهدی داریم که اینها مدتی است این کارها را انجام می دهند، اما یقین داریم که ایبنز ها که از سیاره سرپو می آیند هرگز دست به این کارها نزدند. آنها فوق‌العاده صلحجو هستند، به هیچ انسانی، حتی حیوانات، آسیب نمی رسانند. من پیشنهاد می کنم که ما اطلاعات مربوط به آنها را به رئیس جمهور بدهیم، اما باید مطمئن شویم که این اطلاعات در همین جا می ماند. ما نمی توانیم اجازه دهیم که این اطلاعات پخش شود. و به گزارشگر سازمان CIA می گوید: لطفاً شما اسامی را خدمت رئیس جمهور اعلام کن. آقای رئیس جمهور، 5 نوع موجودات بیگانه به این نام ها خوانده می شوند: ایبن ها، ایبنز، آرچ کلویت ها، کواد لویت ها، هیلاد لویت ها و ترنت لویت ها. این نام ها توسط گروه MG5 داده شدند. ایبنز ها بهترین و دوستانه ترین موجودات هستند. ترنت لویت ها خطرناک هستند. خدای من، دانستن این که ما برای این چیزها نام هم داریم حیرت انگیز است. کدام یک از اینها را ما اسیر کرده ایم؟ در اینجا ویلیام کیسی، رئیس سازمان CIA، میگوید: جناب رئیس جمهور، ما یک ترنتلوید داریم، اما او مرده است. ما در سال 1961 او را در کانادا اسیر کردیم، اما تا سال 1962 او را در اسارت داشتیم تا اینکه سرانجام مرد. ما عکس او را به شما نشان خواهیم داد. لطفاً شما به گزارش خود ادامه دهید. تمامی اطلاعات و ابزارها و اسناد جمع آوری شده به گونه‌ای امن در چندین مکان محافظت می شود، من جمله ابزارها و بشقاب‌های پرنده‌ای که در اختیار داریم. من فکر می کنم که یکی از این مکانها در کالیفرنیا است. برخی از اقلام در لیورمور آزمایش می شود و در اطراف پایگاه ادواردز در اطراف کالیفرنیا پرواز داده می شود، اما در نوادا نگهداری می شود. بله،
فکر می کنم در رابطه با پایگاه‌های حساس نظامی در فوریه به من گزارش داده شده است و حدس میزنم در غرب لاس وگاس است. بله آقای رئیس جمهور، ما آنجا را مجتمع گروملیک مینامیم. بله، به من گفته شده. آیا اینجا همان مکانی است که ما جت‌های جنگنده شوروی را داریم؟ بله آقای رئیس جمهور، همان مکان است، به منظور حفاظت از تمام اطلاعات و این واقعیت که ایالات متحده آمریکا از شواهد دیدار سیاره ما توسط موجودات فرازمینی برخوردار است. ما طی سالها یک برنامه بسیار مؤثر را برای حفاظت از این اطلاعات به وجود آوردیم. ما آن را پروژه کبوتر مینامیم. یک سری پیچیده از اطلاع رسانی دروغین به مردم است که بخش اطلاعات ارتش به آن دست میزند. همانطور که میدانید ما برخی هواپیماهای بسیار محرمانه داریم. نخستین کسی که در برنامه‌های گول زدن مردم به ما کمک کرد جورج آدامسکی در دهه 50 بود. این برنامه به ما کمک کرد که اذهان مردم را از وجود هواپیماهای سری دور نگاه داریم و همچنین این شامل اشیاء پرنده‌ای بود که توسط ایبنز ها به ما قرض داده شده بود. در سال 1964 ما توانستیم اولین برخورد کنترل شده را با ایبن ها انجام دهیم. AB-1 مکانیک بود نه دانشمند. با این وجود توانست قدری از زبان ایبن ها را به ما یاد دهد. یادگیری زبان ایبن ها حتی برای دانشمندان ما بسیار 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 دشوار بود، زیرا شامل اصوات بود نه کلمات. با این حال ما توانستیم برخی از عبارات ساده را ترجمه کنیم. AB-1 ابزار ارتباطشان را به ما نشان داد. این یک دستگاه عجیب و غریب بود که 3 قسمت داشت. این دستگاه بعد از سوار شدن شروع به فرستادن سیگنال ها نمود که چیزی شبیه به سیستم کد مرس خود ما بود. اما مشکلی وجود داشت. در طول سقوط در سال 1947 بخشی از سیستم ارتباطی شکسته بود. AB-1 نتوانست آن را تعمیر کند تا اینکه دانشمندان ما ابزاری پیدا کردند که توانستند آن را به جای قطعات شکسته جایگزین کنند. به محض اینکه دستگاه ارتباطی تعمیر شد، AB-1 پیام‌های ما را فرستاد. ما باید در رابطه با محتوای آن پیام‌ها به AB-1 اعتماد می‌کردیم. سروران گرامی، قسمت 3 در همینجا به پایان میرسد. در قسمت‌های بعدی با ما همراه باشید. تا درودی دیگر، بدرود. به دور از انرژی منفی باشید.